خود تقدیم میکنم به تمام عزیزان دل. امید دارم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین. من مهربان هدایتی در خدمت شما به یکی دیگر از برنامه‌های امروزیم. امید دارم برنامه امروز ما را تا آخرین نقطه بیننده باشین و لذت ببرین. دوستای گلم، ما به برنامه امروزی خود آمدیم به یک دکانی که وسایل چوبی میفروشه. بیشتر آشنا میشیم با هنر چوب فروشی، با اینکه مردم های علاقمند وسایل چوبی هستن یا نه. شما را خوش آمدید میگم بیننده های عزیز. فعلا که من امروی مسئول دکان هستم، بیشتر آشنا میشیم امرویشان. سلام، وقتتان بخیر. سلام علیکم خدمت شما و خدمت تمام بیننده های عزیز شما. استاد، میشه بگوین که چقدر مدت وقت میشه که شما مصروف کار ساخت هنر چوب سازی هستین؟ 20 سال میشه در این مسلک کار میکنم، کارهای زیاد کردیم. ما قصرهای داخل هر کی هست، قصر کتی باغچه رو باز سازی کردیم، قصر دلکشه رو باز سازی کردیم و قصر پغمان کل کارهای کندنکاری چوب کردیم. در کوچه و پس کوچه کابل زیاد کار کردیم و فعلا هم در این مسلک استاد هستم، هم مسلک بر شاگردها تدریس میکنم. بسیار خوب. این شغل شما دوست داشتین یا نه شغل کسب و کار پدریتان مانده بود از سابق برتان؟ بله، ما این مسلک دوست داشتم به اساس علاقه و کار زیاد کردیم که تا این حد مثلا. بیشتر وسایلی که ما در دکان میبینم بیشترش از چوب است، چون کارتان سر کارتان با چوب است. بجز از چوب شما دیگه از کدام وسایل استفاده میکنید؟ تنها کارهای چوبی میکنیم، مثلا دستمال کاغذی میسازیم، میوه‌دانی چوبی میسازیم، چیزای تزیینی. یک ذره در افغانستان که هست تو رونق مردم در هیچ زیاد نیست، زیاد مصروف زندگی هستن. خب دکان ما توسعه زیاد نیست، مثلا اگر مردم علاقه زیاد باشه توسعه از 10 برابر بالاتر میره. بسیار خوب. هنر چوب سازی را شما در کجا یاد گرفته بودین یا استعداد خودتان بود؟ ولی ما در ایران در تحت یک استاد افغانی بود، در پیش از او یاد گرفتیم و در کابل زیاد کار کردیم. هر چیز که هست به اثر تمرین تلاش هست. ما کارهای زیاد کردیم و تمرین زیاد کردیم که تا حد رسیدیم. بیشتر وسایلی که میسازین از کدام نوع چوب زیاد استفاده میکنین؟ چوبایی که استفاده میکنین چوب ارچه هست، چوب سرخ ارچه هست و چوب چهارمغز هست. باز از کدام ولایت وارد میشه؟ ولایت کنر نورستان وارد میشه، از ولایت مثلا شمالی چوب چهارمغز وارد میشه و چوب. بسیار خوب. شما کدام طراح خاص دارین یا نه همون دیزاین و تزیین خودتان جور میکنین؟ نه، ما خودم کسیم زیاد تجربه داریم و ما هر چیزی که میبینیم این شکل‌ها رو که میبینید شکل حیوانی هست، هم چوب دیدیم که یک قیافه داره، با زور اومدیم سرش کار کردیم و یک چیز برام. بسیار خوب. باز بیشتر کدام نوع مردم میای از شما وسایلتان میخرن؟ او کسایی که مثلا در کار هنری و کارهای چوبی مثلا علاقه داره، این چوب که هست یک چی داره، یک آرامش داره. بله. مثلا در چین اینجا که هست وقتی که چوب استفاده میکنه میگه یک از شگون خوب داره. خانه نو جور میکنه میگه چوب بخرن که این شگون خوب داره. مثلا کلفین دروازهش جور میکنه چوبی میگه شگون خوب داره. در افغانستان هم زیادتر مردم وضع اقتصادیشان خراب است و یک دیگه چیزای پلاستیکی چیزا برش ارزشمند داره. درباره فروشاتتان برای ما بگوین. فروشاتتان چگونه است؟ فروشات ما خوب است دیگه. یک کار نو است، مثلا این کارا در افغانستان پیش از اون نبوده، کارهای ساده بوده، مثلا میوه‌دانی بسیار به شکل تزییناتیش. بسیار خوب. شما باز اینجا چند نوع سبک با چند نوع سبک مثلا وسایل میسازین؟ سبک تیموری است، سبک کابلی است، سبک نورستانی است. میشه درباره یعنی سبک تیموریان یکم معلومات بدین چگونه یک سبک است؟ سبک تیموری که است یک سنگ است به نام سنگ هفت قلم در خواجه عبدالله انصاری است. وقتی که او جبری در روی سنگ بسیار در ظرافت کار شده در اون زمان. ما از اون نمونه کارا مثلا اینجا کارهای تولید میکنیم، مثلا چوکیر میبینی، یگان کارهای دیگه میبینی و سبک تیموری هست. و سبک کابلی هم که هست در خانه و پاسخانه مرادخانی اینجا کار شده در کلکینیا، از اونا چی میکنه و ما خودمون که
در قصرها کار شده کارهای مثلا مدرن است، کارهای اروپایی است. خب یک ذره هزینه زیاد است، دیگه زیادتر هم سبک تیموری رو خواهد بسیار عالی. باز مردم بیشتر کدام سبک خوش دارن؟ بیشتر کدام سبک تان فروشات داره؟ مردم علاقه زیادتر در سبک تیموری است و سبک نورستانی ها کار خوش میه. سبک تیموری ها در هیچ خاطر خوش میکنه که مثلا کل کشورها که هست شکلای مدرن جور میکنه. ای که هست حرکت تورنج و دایره و نیم دایره است، حرکت اسلامی است. بازی مردم که هست هم سبک تیموری ها زیادتر خوش میکنه. بسیار خوب. درباره حکاکی برای ما بگوین. همین وسایلی که شما حکاکی میکنین کدام نفر خاص است که حکاکی میکنه یا خودتان حکاکی را انجام میدین؟ بله، من خودم حکاکی هم انجام میتونم. کارهایی که هست کارهای استادی است. مثلا شما در بازار برین کار کنین، یک عکس ببینین همچین کار نمیکنه، او را قیمت بازار 3 برابر هم بده همچین کار نمیکنه. به خاطر اینکه هست بسیار در یک فکر آرام مسعی میکنم کار از سبک مثلا معمولی تولیدی در سبک هنریش هم داشته باشیم در افغانستان که هم سبک تیموری هست. کدام سبک مشکل تر از براتان ساختنش؟ هم سبک تیموری هست. مثلا دروازه پیش سرم که هست این سبک تیموری هست، اون در 3 سطح هست، کار با ظرافت خاص کار میشه. به نظر من سبک تیموریان هم قیمتش بلندتر است. مثلا کسی که بیاد درخواست کنه قیمتش بلند است. آیا اینجا شما شاگرد مثلا یک نفر بخواد بیای همین سبک شما را یاد بگیره، می هنر شما را یاد بگیره، شاگرد تربیت میکنی؟ بله، ما یک خوشخبری و یک چی میتونم با هر کسی که در چی شما رو میبینه اگه میخواین هنرمند شوند، اگه میخواین کار حکاکی روی چوب یاد بگیرن، ما در ظرف 3 ماه برش کار بسیار سهل و آسان یاد میتونم که مثلا بتونه یک نام نوشته کنه، یک چیزی رو حکاکی کنه. در 3 ماه مثلا در هر چقدر شاگرد باشه میپذیره. ما اومدیم دوستای عزیز که ببینیم باز وسایل که ساختین. میشه درباره از این برای ما معلومات بدی که به خاطر چی استفاده میشه، از کدام چوب استفاده شده دی؟ این چوب 4 مغز است و میبینیم که این جای میوه خشک است. این واسه چاکلت هم میشه. این 4 خانه دیگه میوه خشک است. چوب 4 مغز است، کندن کاریش هم سبک نورستانی و قیمتش هم مناسب است. کار دست است. مثلا کار دستیش میه 2200 افغانی، کار ماشینیش مثلا میه 1500 افغانی. بسیار خوب. بیاین درباره از این برنامه معلومات بدین. بعضی از چیزای زیبا است. مثلا اینی چی است؟ این دیگر رقم میوه است. این دیگر رقم میوه نیست. این امانه وسطش چی است؟ 6 خانه دیگه در 4 کنج خود داره و گنبزی است. هیرمی باشه. باز از کدام سبک دی استفاده کردی؟ سبک نورستانی است، چوتی بافت. بسیار خوب. بس قیمتش بیشتر است از او کرده؟ نه، قیمتش از او که پایین است. این دانه 1200 افغانی کار ماشینی است. کار ماشینی است، از خاطر قیمتش پایین است. کار دست مثلا نمیه 2500 پوند. درباره این برای معلومات بدی که این به خاطر چی استفاده میشه؟ به نظر وسایل تزیینی است، بالای میز استفاده میشه. بله، یا مثلا داخلش انگشتر میتونی بانه. داخل از انگشتر یا یک مثلا یک لاکت، یک چیز گردن بند، یک چیز داخلش میبانه و چیز تزیینی است که میتونه بالاش. باز بیننده های ما چه قسم فرق کنن کار ماشینی و کار دستی را؟ کار ماشینی که هست تو خوب صحیح ادا نشده. باز کار دستی که هست بسیار همونطور به شکل مو میشینه، بسیار باریک و ظریف میشینه. مثلا نوک پلک اونمو قدر بلنده و تیز است، جای ابزار اونمو قدر با تیزی و راستی میه. و کار ماشینی که دست هم چه فرق داره؟ مثلا من دینمی از کجا بفهمم چه قسم فرقش کنم که اینمی ماشینی است یا تزیینی؟ این کارای دست است. مثلا این خطا خیلی باریک و ظریف، خیلی باریک است. خیلی خطا چی است باریک شده، این کار دست است. بیننده هایی که در خارج ما را بیننده هستن، مثلا بخواین برتان یک چیز فرمایش بدن، آیا شما امکانات از این دارین که برایشان هم وسایل در خارج انتقال بدین؟ بله، اینجا کوچه گل فروشی است. هر طرف 4 تا دکان اون طرف میره. اینجا کارگاه نوشته است و کار ممکن است کار دستی است. هر جای دنیا که بخواه برشان پارسل میشه و میره. بسیار خوب. میشه درباره از این برای من معلومات بدین؟ چیره شیر است به نظرم؟
این کارهای خودم است که مثلا چوب طبیعی اینجا یک شادی است. بله. روخش برآمده. این یک پرنده است و این یک چیز سوسمار است. چطور این قسم یک تصویر ساختین چند حیوان یک جای؟ این خوب از هم چوب پیدا کردیم وقتی که چوب پیدا کردیم کل اگه حرکت ها و اندامش هم یا که بودن برجسته بود و ما که هستیم هنر ما در این تجاه نشان میده که از اما هر حرکت طبیعی باید یک چیز جور کنیم. بسیار خوب. اینجا ما دوستای عزیز توله را میبینم، اشتباه نکنم توله است به نظرم. بله. درباره از این معلومات به تکیره کی ساخته؟ آیا خودتان توله زدن بلد هستین؟ توله زدن مثلا صدایش بلد هستم که بکشیم ولی خب چیز یاد ندارم. ایره ما خودم یک سفر در روز جهانی چوب در نیپال دعوت بودیم از 120 کشور همونجا دعوت بود. ما خوشبختانه در اون دعوت بودیم رفتیم کارم کردیم و خوشم آمد. ایره از بازارش خریدیم. ایره از نیپال خریدیم؟ بله بله بله. واقعا خوب است توله زدنتان. درباره دستاوردهایتان بگوین که شما آیا در کشورهای خارج در نیپال گفتین دعوت شدین، آیا در دیگر کدام کشور دیگه دعوت شدین؟ دستاوردهایتان، تقدیم نامه‌هایتان؟ ما در خود افغانستان در خیلی جاها شرکت کردیم. تقدیم نامه‌های وزارت اطلاعات فرهنگ است از زمان اشرف غنی، از زمان کرزی است. هر دویش داریم و فعلا دولت امارات هم بر ما وعده کردن که تقدیم نامه برتان میتیم. ما همیشه که بوده در جایای خوب کار کردیم و سعی کردیم زحمت کشیدیم که مثلا کار خوب کنم. هر جای کار میکنم کارم باید نو باشه. هر جای کار میکنم همون مالک برای پیسه میته، پیسه رو که میته با جز خانه خودش جای دیگه ندیده باشه. تا اینمی روز که جمع کار کردیم و کار کردیم اینمی شعارم بوده و اینمی حرکتم بوده. فضل خدا تا امیال بسیار کارا کردیم، بسیار چی کردیم. فضل خداوند راضی هستم. موفق باشین، سلامت باشین. درباره پلان‌های آینده تان بگوین، چی پلان دارین با آینده؟ خب پلان ما خب بسیار چی است که میخوایم که ایرا توسعه بتیم اینجا بخش دستی یک 5-6 نفر بگیریم. هر دوست ما هر کسی که ویدیو شما رو میبینه بتونه اونجا شاب جور کنه. در کشورهای عربی بسیاری کار میچله. این کار که میبینین مثلا از 100 مثلا این امپیرش در سر 20 است. دا 60 و 70 و در 100 هم میتونیم برسانیم. کسی که بخواه مثلا دست بته خودش هم یک بزنس شروع کنه و ما مکتبش در پیش ماست و کار تجربه ای که زیاد داریم و کار میتونه مال که شکل مدرنش کار کنیم و بسیار آسان شود. از این کدام مقبول شود کار. بیننده های عزیز، خب ما واقعا خوشم آمد. چیزایی که اینا ساخته بودن واقعا چیزای انتیک است. ما پیشنهاد میکنم یک بار بیاین سر بزنین ببینین. واقعا به یاد کابل قدیم میفتین. وسایلی که میبینین خوشتان میاد. 100% از اینجا یک چیز میخرین. واقعا بسیار زیاد تشکر که برای ما وقت دادین که ما همراهتان بیایم یک گزارش آماده کنیم. واقعا برنامه‌ای که همراهتان داشتم لذت بردم. بسیار زیاد تشکر. آرزوی موفقیتتان دارم. اگر کدام پیام دیگه مانده باشه، اگر کدام گفتنی دیگه داشته باشین، کامری چنل یوتیوب ما هایپرمدیا در خدمتتان است. تشکر از تمام کسایی که همراه شما همکاری میکنن و خود شما و دوست ما که کامرا رو پیش میبرن. تشکر زیاد از شما و برای هر هموطن ما، هر دوست ما که هر جای زندگی میکنن، انشالله که یک اوقات خوش داشته باشه و در لحظه حال زندگی کنه. لحظه حال بودن معنای از این میته که در حضور خداوند مثل درخت استاده هستیم، مثل پرنده در پرواز هستیم، مثل انسان در روح استوار هستیم. همیشه پیروز و شاد و موفق باشن.
بیننده های عزیز، این بود برنامه امروزی ما. امید دارم تا آخرین لحظات برنامه امروزی ما دیده باشین و لذت برده باشین. واقعا از جناب استاد ما تشکری میکنم که برام وقت دادن. آمدم گزارش از دکانشان، از چیزایی که ساخته بودن گرفتم. شما را به الله متعال میسپارم. گزارش های بعدی ما، برنامه های بعدی ما فراموش نکنین. سرفراز و خوشحال و کامگار باشین.